یکمی کار مانده بود. پدر چی کارایی که همراهی من نکرد، اما یک روزم صدای خود نکشیدم. تن آدم مقابل صبر کردم. طلاق گرفتن خوبان حتی این مفکوره یک بارم به فکرم نامده بود. خوب باید ای کار کنه. توپرک حالا دیگه او قصر دیده. حالا دیگه خانم خانه شده. مادر بس از دیگه. دروغ نمیگم بچیم. حالا دیگه دنیای خانم تغییر کرده. با آدمای مثل تو ارزش قائل نیست. تو را خوبان حتی با من ارزش قائل نیست. حالا خود دیگه طفلام نیست. از امیال برات گفته باشم از تو طلاق خود گرفت. خوش آمدین یوسف خان. خوش باشی. شما چرا امروز بس سواری نامدین؟ فراموش کرده بودم. مهم نیست. فردا خواد رفتیم اما تو نیست. شرکت صاف‌سودا داروهایро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. аз қабили фишорбаландӣ, гаймарид, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред, ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас дороҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, ба қувват кардани мардонагӣ, дороҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба сатҳо дард даво дорад пешниҳод менамоянд. барои фарбеҳ ё хароб шудан дороҳои БТА, протеин ва генерҳои софсавдо айни муддаоянд. бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 3-5 соат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. саҳифаи мо дар TikTok sofsavdo.tjk. агар аз номи нурангез филм муроҷиат намоед, ба шумо тахфиф карда мешавад. درست است. فردا صبح باز خود دیدیم. جمیله حالا دیگه کم زود شو. او لوازم دیگه رام از اینجا ببر. امروز باید ای اتاق پاک شوه. درست است خانم. چی شده خانم حمیده؟ هوا ای اتاق دیگه باید تخلیه شوه. برای چند وقت به طول دی اتاق می باشه. برای میگفتین خودم لوازم خود جمع میکردم. تا رفتن خانم بتول در اتاق توپراک می بودم حمیده خانم. میخوایم یک چیز دیگه هم برات بگویم. حالا دیگه توپراک کارهای خود انجام داده میتونه. اگه خواسته باشی به خانه خود رفته میتونی. درست است حمیده خانم. خوب است. آماده میتونم؟ البته بفرمایید. شما هر دو خوب هستین. زنده باشین یوسف خان، ما خوب هستیم. چی میکنی توپراک؟ بر توران جاکت میبافم. حال هوام دیگه سرد میشه. از خاطر یوسف خان. ناق زحمت نکش، خدا خسته نساز. نه خیر، زحمت چی یوسف خان؟ بر دختر خودم آماده میکردم. اگه شما اجازه بدین که به توران بپوشانم بسیار خوش میشم. زنده باشی توپراک، تو یک مادر خوب هستی. چیزی را میفهمه. او حتما سر ما شک کرده. یعنی بازو چرا دفتم بخواه من از اینجا بیرون کنه خاله؟ من از اولی گپ فهمیده بودم. همین که پرسان کرده هوا کجاست فهمیدم زیر کاسه نیم کاسه است. من میفهمم می دختری را کاملا جادو کرده دختر جان. مطمئن هستم که او این گپا را به خانم حمیده گفته. حالا دیگه این گپا را بانین این را بگوین که چی کنیم؟ اگه هر چیز زودتر یک کاری کنیم خوب است. اگه نه باز خانم حمیده تو را از خانه میکشه.
بخ همراه ما بیا. کجا میرین؟ گفتم بیا. زمینی را که یوسف میخواست پیش تو بوده همه طور نیست؟ ما شنیدیم که بسیار بازاریابی خوبی میکنی. به خدا وقتی یوسف برم پیشنهاد کرد باز ما هم قبول کردم بیادر. چی میکردم دیگه بیادر زادیم بود. گوش کو چی میگم. برات یک نصیحت بیادرانه میکنم حسن جان. پول را که دست داری هر چیز زودتر بگی و در بانک بانش. اگر تو خوب میفهمی که پول رای فرار خود پیدا کرده زود گم میشه. ما برای نگاه کردن پول بسیار یک جای خوب دارم که دل کل ما جمع باشه، تشویش نکو. شما در خانه بودین؟ همراه کاکایت قهوه نوشیده درباره کار بار گپ میزدیم بچیم. کار خوبه کردین. محمد کجاست؟ امروز در شرکت هم نامده بود. بچیم گفت که کار دارم اما نمیفهم که چی کار داشت. بفرمایین رئیس. وای وای وای، به خاطر رئیس شدن من فکر نمیکردم عجله داشته باشین. حالا دیگه منتظر باشین که یوسف چقدر مرا تشویق میکنه. به خاطر که خودش امضا کرده برم داد. خوب است. پس ما هر چی زودتر با جدیت تمام کار شروع میکنیم. رئیس صاحب محترم شهرداری، بفرمایید. چی شده خاله؟ بگوین چی میکنین؟ منتظر باش بیبی که چی تغییر میکنه. بسیار میبخشین. یوسف بچه میشه یک دقیقه بیاین؟ چی شده خاله سلطانه؟ یوسف بچه میفهمی؟ شنیدم خانم حمیده امروز یک تصمیم گرفته. میخوای هوا رو خانهشان روان کنه. شنیدنیگه به تشویش شدم. نشه تا پاک جگر خون شوه شیرش خشک شوه. یک دفعه همراه مادر در این مورد گپ بزن. مادرم حتما چیزی را میفهمه خاله سلطانه. از او خاطر شاید گفته باشه از اینجا بره. این دیگه چرا این کارا کرد؟ من میفهمم که چرا تو یک کار کرد. این همه به خاطر خانم بتول شده خاله. او شب در خانه تابستانی کدام گپ شده من مطمئن هستم. چون از همون وقت یوسف خان رفتارش تغییر کرده. میگی حالا چی کنیم خاله؟ معلوم دار است وسایل تجمع میکنی و از اینجا میری هوا خانم. میبینی که دیگه چاره هم نداریم. خوب شد که آمدی بتول جان. دخترم تو چند دقیقه در سالن باش، من زود پس میایم. میرم منوره میبینم. او امشب امرای نامزاد خود بیرون میره. ای بیبی یوسف هم آمد خاله جان. منور. تو چی میکنی دخترم؟ خب میبینین مادر جان کتاب میخوانم. میبینم. اما این وقت کتاب خواندن است؟ امشب امرای نامزاد خود بیرون میری اما وضعیت خود سیل کو. مادر وضعیت مر چی شده که قسم میگین؟ آماده شده منتظر هستم که بیا بریم. منور بل یاز خود امرای ما مذاق نکو. تو میفهمی چی میگی؟ نه که بازار سودا خریدن میری دختر. یک بار سر وضع خود دیدی که چه قسم معلوم میشی؟ الا بخیز بخ لباسای مقبول تا بپوش ما رو نشرمان. اما پس میایم میبینم ات قسم نباشی دختر. حالا دیگه آماده شو. میفهمی او گفت پشتم دق شده. زنگ زدم رایم گپ زد دوباره عاشقم شده. من خو هیچ نمیفهمم که هفته چطور سپری خواد شد. هرچی خیر باشه جونید. کارش شده که هیچ انتظارش نداشتیم. با خدا ما منتظری کارش نبودم. بسیار تعجب کردم. بچه شروع نمیگم. درباره خبررسان گپ میزنم. خوب کی بود چطور او کارا کرده؟ بچه کاکای مو آدم پیدا کرده. فقط چی؟
اونا گفتن که ما این کار انجام دادن نمیتونیم، یعنی باید کمی دیگه منتظر باشیم. اونا پول میخواین اما تو راست نی؟ خواهر خوب شد که آمدی. خواهر خبر داری که خانم امیده پول شیر ما پس بخورم میده. من رفتم او را برای وکیل دادم. خوب کردی خواهر جان. بی رفتم بیرون اینا رم خریدم. بر توران جاکت زمستانی میبافم. از تارایی که تو خوش داشتی در اونجا بود. وعده میکنم بار دیگه بر تو میارم. درست است. بسیار مقبول هستم. تو را چی شده؟ خسته معلوم میشی. توپرک من امروز پس به خانه خودمو میرم. چی میگی؟ یعنی که خانه خودمو میری؟ چرا؟ مهمان حمیده خانم آمده از او خاطر. دیگه کدام اتاق نیست. بیز او فکر میکنه که من به درد کدام کاری نمیخورم. به همین خاطر باید برم خواهر جان. یعنی که تنها میمونم؟ برای چند وقت. اما ما به دیدنت بیایم توپرک جان. تو متوجه خودت باش. برای کسی اجازه نده که جگر خونت بسازه. اگه هر گپشی زود زنگ بزن. بیز را نزدیک زود میرسم. درست است خواهر جان. تو هم از خواهرم بسیار خوب مواظبت کنی توران جان. درست است؟ فعلا خداحافظ. جگرخون نباشی خواهر جان. بسیار مزه‌دار شده متر نیست، اما متوجه باشی که غذای شبام هم قسم مزه‌دار است و قدر زیاد نخو، برش کم جای بان. مادر منور کجاست؟ گفتم منور کجاست مادر؟ امرای نامزدش به غذا خوردن بیرون میرن، از او خاطر آماده میشه. گفتن که پیش از ساعت 10 بجه پس میاین. باز من برشان اجازه دادم تا که یکی دیگه خود بهتر بشناسن. نه خیلی قسم نمیشه. من دیگه از اینجا میرم. آقای الماس به خاطر کل چیز بسیار تشکر. خداحافظ دخترم. از شما به خاطر کمک هایی که تا امروز انجام دادین بسیار تشکر. خواهش میکنم. خداحافظ بتول خانم. از شما بسیار زیاد تشکر یوسف خان. یوسف برات چای بندازم بچیم؟ بله مادر. برات چای انداختم. تشکر مادر. یک دفعه چیری دخترم میدیدین اتو معلوم میشد که در دل سرم ریشخند میزنه خاله. حالا دیگه میدان تانه با او مانده، از او خاطر خوش است. یه از این خاطر است که من میرم. فکر میکنه که کل چیز خلاص شده اما هنوز از عاقبت خود خبر نداره. خواهر مرا اینجا تنها نمونی لطفاً. یکان وقت با دیدنیم بیایی، درست است؟ چطور میتونم جگر گوشی خودت تنها بانم؟ مثل دیوانا گپ نزن. ایره بگی خواهر. تا خلاص شدنی صابون من دوباره پس به این خانه میایم. خوشبوی است. خاله جان به خاطر کل چیز بسیار زیاد تشکر. بسیار زود خود دیدیم دختریم. خداحافظ، متوجه خود باش.
صادق خیرت باشه بچیم، کجا میری؟ به قصر خانجی اغلو میرم. بچیم دی وقت شب برای خود درد سر جور نکو، صبر کو که صبح شوه، باید به فکر آرام برو همراهشان گپ بزن. حالا چی میگی؟ به خاطر گپ زدن نمیرم مادر، میرم خانمم میارم. صادق صادق امین؟ تو در اینجا چی میکنی؟ چیزی شده؟ با چند وقت من اینجا میباشم. نه که کدام اتفاقی افتیده؟ هوا دخترم بیا دوغانه برای خواستگاری میان، به خاطر که من تنها نباشم باز امینم اینجا خواستم. شاور خاله من میرم هوای تازه میگیرم. زیاد دور نرو بچم. راستی تو چرا اینجا آمدی؟ نکنه کدام اتفاقی افتاده؟ پدر مهمانی مده و خانه دیگه خلاص شد، دوباره به خانه آمدم. تو چی میگی دختر؟ هوا تو آمدی دخترم؟ آمدم مادر. بریم. شام بخیر. سلام یوسف. سلام، خوش آمده اویگار، بفرما. سلطانه کشکوچی میگم، زود چو برو منوره صدا کو که بیایه. نامزدش آمده اما او معلوم نمیشه، بسیار بد است، پیش یادم شرمنده میشیم. از اینکه در وقت شب مزاحم شدم معذرت میخوایم. تو چی میگی بچیم؟ خواهش میکنم، حال دیگه تو هم یکی از اعضای خانواده هستی. زنده باشین آقا. آل منورم آماده میشه، تا چند دقیقه دیگه میایه بچیم. استاد نباش، بشین اویگار. بله درست است. این آمد. خوش باشی منور. ما میخواستم بشینم و با هم دیگه یک چای بنوشیم، اما فکر میکنم که امشب باید شما را تنها بانم. کدام وقت دیگه انشالله. اگه اجازه تان باشه ما میریم آقا. وقتی خوش داشته باشین بچیم. شام بخیر. شام بخیر. شام بخیر آقا. من همراهتون تا پایین میرم. دخترم کم خو لبخند بزن. حالا دیگه بریم سر میز نان، بریم. برو دختره. خب حالا دیگه چی خواد کردیم؟ نمیفهمم پدر، نمیفهمم. اونا را برات نشان دادن، باز تو دوید آمدی. تو دیوانه شدی؟ شما میخواستی که من برای حمیده خانم بگویم که بتول از خانه بکش مرمان؟ همین قسم میخواین؟ توبه. چای دم کردیم، حالا دیگه بیاییم. درست از ما میم، تو برو. شما کدام چیز از من پوت میکنین، اما نمیفهمم که چی است. اما امرای تو دیگه هیچ مشکلی ندارم. بیا از اون وقتا پشت من ایلا کردنی نیستی زن. بتول جان، تو در غذا پختن بسیار مهارت داری، اما تو نیست دخترم؟ هیچ فراموش نکردین خاله. در خارج از کشور پخته کردن غذاها را بسیار زیاد یاد گرفتم. و به خاطر که در مسافری پختن غذا یک لذت دیگه داره. بخصوص به کس غذا پخته کنی که را دوست داشته باشی. به خدا آفرینت دخترم، هم درست خواندی، هم خود از کس پس نموندی. در ضمن خانم بودن خودم فراموش نکردی. آقا میشه با منورم این چیزا را یاد بتیم؟ بیا در روز پیش هوا یک غذای بسیار مزه‌دار پخته کرده بود. واقعا عالی بود، بسیار عالی بود. او غذا میدی مرا خراب کرد، هیچ خوب نبود. بتول دخترم شاید تو بفهمی، او یک غذای فرانسوی بود، نام شام راتاتلی بود. فکر میکنم همه تو یک چیز. بله درست گفتین. مزهش هنوز عمدتانه مونده.
چی میشه که تو هم برای ما همه تو یک غذا آماده کنی دخترم؟ باندگه یلماز خان، این دختر میمان ماست. حالا میخوایی که یا آشپزخانه بره به ما غذا پخته کنه؟ نه خیر خانم، یه از پختن غذا لذت میبره. خواستم هم یک قسم یک غذا برای ما پخته کنه. تو خو غلط درک نکردی دخترم؟ نه خیر کاکا جان، حتما براتون پخته میکنم. زنده باشی. آمدم. تو چرا اینجا آمدی؟ چی کار داری؟ با دیدن توپراک آمدیم. او خواب است. فردا باز بیا ببینش. برو دیگه، شب بخیر. او خانمم است. هر وقت خواسته باشه موری دیده میتونم. صدایش که بیایم. اگر نه باز خودم با زور بالا میرم. درست است. اما او رو دیده پس میری فهمیدی؟ البته. شما تشویش نکنین خاله جان. او دیوانه آمده. کی را میگین؟ صادقه؟ پایین برو همراهش گپ بزن. نشه که رسوی ما بسازه. تو چرا اینجا مدی صادق؟ برد نگفته بودم که نمیخوایم چریتا ببینم. از اینجا برو. حالا لوازمت جمع کو، از اینجا میریم. حالا ممرو تی جای نمیرم صادق. حالا دیگه گم شو برو. کاسه صبر ما لبریز نساز توپراک. ما شوارت هستم. هر چیزی که گفتم او رو انجام بده. حالا دیگه ایلاکو دستم اوگار کدی. حالا برو خدا راحت بساز. فردا باز با هم دیگه گپ میزنیم. چی شده وزن؟ از وقتی که دی قصر آمدی کاملا نوایی شدی. قبلا تا جواب مرا دادن نمیتونستم، حالا امرای من زبان بازی میکنی. صادق چی نزن. بعد از کسی خواهد شنید. بان کار کس بشنوه. ما از هیچ کس نمیترسم. صادق دستم اوگار کدی لاکو. این صدای توپراک هستم مترس. ما شوار تو هستم. وقت گفتم که بریم یعنی بریم. بچیم چی گپ شده؟ تو خانم ماسی، وقتی که گفتم بریم باز باید گپ ما قبول کنی. را برو. یوسف بچیم استاد شو. چی میگی خانم؟ چرا استاد شو؟ تو نمیبینی که او بیشرف چی بیادبی داره؟ بچیم تو عقلت از دست دادی؟ الاش کو. پاشو پیره که ترا غراز نیست. صادق تو چی میکنی؟ حالا شما خوب هستین؟ او لعنتی را چیز نمیشه. حالا دیگه بریم. من همراه تو جای نمیرم. چرا گپ من نمیفهمم؟ بس از دیگه. گفتم را برو، نشنیدی؟ اگه گپ مرا میکردی حالا وقت خانه رسیده بودیم. حالا دیگه خواهر متوجه او باش. توپراک لودا تو چی میکنی؟ تو هیچ میفهمی که در کجاستی؟ او خانم از آقای یوسف اگه مداخله نکنیم باز بسیار خوب میشه. چی خود کردی؟ مرام بسیلی خود زدی ها؟ بهتر از هر کس متوجه ناموس خود باشه آقای یوسف. ناموس چی؟ کدام مرد دیدی که بالای ناموس خود دست بالا کرده باشه؟ تو را چی؟ خانم از هر چی که دلم بخواه انجام میتم. آدم واره گپ بزن. ازش پرسان کردی که او چی میخواه؟ میخوایی همراه شوهر خود بری؟ جواب خدا گرفتی. حالا دیگه پیش از اینکه اعصاب ما خراب شو از اینجا برو. حالا گم شو دیگه. برای با تو چی غرض؟ تو چی کار هستی؟ یلماز خان پایین برو. لطفاً یلماز خان پایین برو که گپ کلان نشه. اگه خانمتان باشه نمیتونی قسم از خانه ما ببریش. حالا دیگه از اینجا گم شو. گم شو. تو خوب هستی؟ دختر ما بنوش. حالا دیگه داخل برو.
تو تا هنوز نخوابیدی دختره؟ خوابم نمیبره. وقتی که در فکر انسان هر چیز خطور کنه باز نه او را خواب میبره و نه دیگه کار کردن میتونه. مادر شما چی میخواین بگوین؟ تو مرا احمق فکر کردی ها؟ فکر میکنی من نمیفهمم که در فکر تو و پدرت چی میگرده وقتی که همراه پدرت گپ میزدی مگه پایتو نشونیدو؟ آله دیگه آدم وری بگو شما چی فکر بسر دارین؟ خودت بریم بگو اگه نه میفهمم که چی قسم ای گپا بفهمم. نه خیر مادر هیچ گپی نیست. حالا فکرم طرف توپراک است. بعد از او کارایی که صادق امراش کرد من توپراک در اونجا تنها مونده و به خانه آمدم. هوا برام دروغ نگو دختر. شما حتما کدام نقشه در سر دارین من میفهمم. اگه او خاله احمق تو او پدر به شرف دایی کار دست نداشته باشه باز من نام خود شریفه نمیمانم. مادر گفتم کدام گپی نیست. بیس خودم به اندازه کافی خسته هستم. حالا دیگه شما با این گپایتون من عصبانی نسازین. صادق بچیم چی شده؟ شما باز خواد دیدین دخترتان حسابی کار خود خواد داد. او یک روز با ما احتیاج خواد پیدا کرد باز میبینین. صادق بچیم خدا پیش همگی زلیل نساز حالا دیگه بریم. بانن دیگه مادر کلگی خوب گوش کنن. توپراک دوباره به خانش بر میگرده. پس همین مادر. درست است. هوا ایره دروید بگی اونجا بشی. توپراک من نمیفهم که شوارت چرا قسم شده بود. نه که به خاطر بودن تو در اینجا این قسم رفتار میکنه. نه خیر شما هیچ مقصر نیستین یوسف خان. در کار فقط صادق مقصر است. او همراه یک خانم دیگر رابطه داره. من وقت از این خبر شدم رفتم باز دعوای طلاق باز کردم. امروز رئیس دادگاه به خانه‌اش رسیده بود. از او خاطر اینجا آمد. درست است. لطفاً دیگه گریه نکن. اگه به چیزی ضرورت داشتی با ما گفته میتونی توپراک. هیچ کس در اینجا برات ضرر نمیرسانه. کفایت میکنه از ما کمک بخواهی. درست است؟ زنده باشه. تا که ما هستم کس به تو ضرر رسانده نمیتونه. تو هیچ تشویش نکن. بازم بسیار تشکر. زنده باشین یوسف خان. من امشب همراهش می باشم. بیازو هوام نیست. از همین خاطر تنها نمیمانمش. شب بخیر. شب شما هم بخیر بچه. آدم پست بیشرف. هم تو را فریب میته و هم سر دست بلند میکنه ها؟ مرد استم گفته فکر میکنه کل چیز باید به دل او پیش بره. این قسم نگوین خاله. ببینین یوسف خان چقدر آدم خوب است. از ما قسمت رفتاری کرد که فقط مزه قربش باشم. به خاطر ما هم جگر خون شد. حتی پدر ما قدر به فکر ما نیست خاله. بعد از اینکه به خاطرتون و نظم هر چیز بخوایم حاضر هستم انجام بدم. آی 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 یوسف خان همه قسم است. آدم بسیار خوب است. تو بسیار خوش شانس هستی که پیش تو یک آدم کار میکنی. هر کس مثل او بوده نمیتونه. یازنه روز و شب نمیفهم پشت دروازه میه. من چی کنم؟
جوابش داده دیگه. خوب لطش کرده، آفرینش. اگر صادق رفته علیه اونا دعوا باز کنه باز چی خواهد شد ها؟ باز کل آرزوهایم از بین خواهد رفت. باید خیلی شدن همراه اونا را بر همیشه فراموش کنیم. گپ بزن دیگه. صبر کن، اقدر هیجانی نش، آرام باش. عاقبت کار معلوم نیست. نمیفهم بالاخره چی خواهد شد. به غیر از خداوند دیگه هیچ کس نمیفهمه. اگه هر قدر فکر کنی بازم با عمق کار یوسف خان نمیرسی. نیت ما هر قسم باشه مهم نیست. یک دروازه بسته میشه، دروازه دیگه باز میشه. تو چی میگی خیاش نه؟ من خواهی چیز نفهمیدم. حالی کار خلاص شدی یا نه؟ یاس نه. تو دخترای از مکت خوبتر میشناسی. هوا خواهی دختر زیدی است. کاری که خوشش نبیایی انجام نمیده. درست است. پشتی کارا گرفته بود. زیاد زحمت هم کشید. اما اگه در قلب یوسف خانم جای بگیره فکر نکنم ممنوع زندگی کده بتانه. اما توپراک که یک قسم است. یک دختر سنگین است. با اون ملایمتی که داره یوسف کاملا حیران ساخته. یوسف با او تمام زندگیش خواهد بخشید. یک دقیقه دموجه گپ کسی استاد شد؟ نه خیر، حالا وقت استاد شدن نیست. یاز نه، گپ مرا گوش کن. یوسف با توپراک مثل ملکه قصر رویه میکنه. اگه او متأهل نمی بود نمیفهمم وارث خانجه اغلاها، صاحب ای ملک و دارایی ها یک زن بیوره میخواه یا نه. اما اگه یک دفعه خواست، اگه تمام جهانم بر ضد شوه منصرف نمیشه. تو عقلت از دست ندادی خیاش نه؟ فقط که دخترای مده بازار فروشی است که اگه یکیش نشد بازیگیش. وقت وارد کار میشدی بسیار خوش بودی. چی شد؟ اما به خاطر هوا و گپه گفتم. اما به خاطر یوسف خان دخترای ما بزد یکی دیگه ساخته نمیتونم و به حیث پدرشانم به تو اجازه نمیتونم. این گپه فراموش نکن. صبر کن رمزی دیوانه. ببینم به پدر بودن زیاد دلچسپی داری یا به پول داشتن مردکی احمق. یوسف تو نمیشه. من رفته یخ میارم. باتول، ما بالا رفتم یخ گرفتم. لب توپراک پندیده بود و او دادم. بسیار درد میکنه. ما واقعا خوب هستم. این قسم رفتار نکو. به هر صورت ما بازم یک دفعه الموری دواره میبینم. باتول، گفتم که من خوب هستم. چرا نمیفهمی؟ یوسف جان، بچیم از برای خدا تو را خود چیز نشد. اما تو نیست. خوب هستم مادر جان، خوب هستم. چی شب بدی بود. آدم بی تربیه، گستاخ، بی شرم و بی حیا، بدونی که فکر کنه در خانه مردم جنجال میکنه. توپراک بیچاره را دیدم، لب و روش کاملا به خون آلوده بود. سلطان آرام تیلک کرده در زمین انداخته بود. حالا تو خوب هستی؟ ما یک دفعه پیش اون میرم. درست است مادر برین. توبه 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 توبه. مام رفته برات یک مسکن میارم. باتول، گفتم که خوب هستم، لطفاً بشی. یوسف تو را چی شده؟ معلوم میشه که تغییر کردی. ای چی وضعیت است؟ وضعیت ما خوب است. فقط به کارهای تو تعجب میکنم. مقصدت از این گپ چیست؟ باتول، ما ازت نپرسیدم که میخوایی دی خانه باشی یا نه؟ او وقت میتونستی برام بگویی. مادرت اصرار کرد یوسف. چی کنم؟ نتونستم قبول نکنم. میفهمی که زیاد دوستش دارم. اما اگه بودن مده اینجا تو را ناراحت میسازه، باز من پس با هتل میرم. من این قسم کدام گپ نگفتم. هرچی که گفته باشی، من خفه شدم. اگه میخوایی که ببخشمت، باز مرا بیرون ببر. بهتر است که امشب بیرون نریم. میفهمی که شب خوبی نبود. از دیگه چی بهتر؟ هم هوای تازه میگیریم و هم کپادوکیا را که بر اومده داده بودی نشان بده. درست است، درست است. اما اول باید لباسای ما تبدیل کنم. بعداً میریم.
نه دیگه تحمل کردن نمیتونم. من بسیار با تشویش هستم. حالا بخز که اونجا بریم. مادر من دیگه هیچ وقت اونجا نمیرم. دخترم تو نشنیدی که پدرت چی گفت؟ او احمق خواهرت بسیلی زده، باز تو دقمه چی هستی؟ چی؟ زد کده و میگه که خانه نمیایم، اما ما میفهمم که چطور بیارمش. اگر نامصادق باشی مسئله را تو نمیمانم. بچیم اقسم ای طرف و طرف نرو. آدم از پشت کسی که نمیخوایش نمیدوه. بان هر بدی که میخواه بکنه. این کار قدر آسان نیست مادر. او خانمم است، هیچ وقت تغییر نمیکنه حتی اگر بمره. فقط همین کم بود. بله خواهر. سلطانه ما پشت دروازه هستیم. هوا نمیخواه که داخل بیایه. توپراک یک دفعه پایین روان کن، میخوایم ببینمش. ای دیوانه گیاره بانه نو داخل بیاین. من آشپزخانه هستم. کسی نمیبینه حالا دیگه. خالیم در خانه تناس؟ اما تو فکر میکنم از همین خاطر گفت که داخل بیاین. حتما در خانه کسی نیست دختره. شما چی میگین مادر؟ من با کسی که داخل خانه هستن قهر نیستم. تک تک کو دختره. خوش آمدین خانم. همه که بطول آماده شما میریم مادر. البته بچیم. نه که ماوره میخواین در خانه بشینین. البته که برین. آماده شدی بطول دختریم؟ بله. شب بخیر مادر. شب بخیر پدر جان. شب بخیر بچیم. وقت خوش براتون میخوایم اولادم. شب بخیر. میبینی یلماز خان، ما بعد از این کاملا تنها خود شدیم. منور به زودی به خانه خود رفت. یوسف هم با بطول ازدواج میکنه. امروی بطول ازدواج میکنه؟ البته جانم. نمیبینی که مثل عاشقا با هم یک جای هستن؟ خدا کنه که این دفعه کدام مشکل پیش نبه. انشالله. سلطانه اگه او احمق باز کدام کاری کنه لطفاً تو برش اجازه نده. درست است؟ یوسف تو درس برش داد که دیگه ده عمر اینجا نمیایه. خوب است. توپراک جانم، باش که ببینمت. دخترم یک دانم. خوب هستی جان مادر؟ خوب هستم مادر، خوب خواهد شدم. البته که خوب میشی. دستایش بشکنه انشالله. چطور تانست تو را بسیلی بزنه؟ انسان بی شرف. اگه او انسان می بود بازی کار انجام نمیداد. بیا بشین جانم. برو بشی خواهر جان، برو. میخوایم که از امشب بسیار لذت ببریم جانم.
او صادق احمق دیگه ای طرفا نبینم. او دخترم دیگه تنها نمانه. بچه‌شم یوسف خان. توپراک بیا که یک دفعه دست روی تبو شویم. بیا دخترم. اینجا چی جریان داره خاله؟ با هم نزدیک شدن، از طرف شب با هم تفریح میرن. دخترم از رفتن 2 ساعت میشه، حتی ما هم نمیفهمیم که چی شد. خوب است تا وقتی که ما چیزی را بفهمیم خانم بتول وقت خود صاحب خانه خود کرد. دستمم خالی خود ماند. فرصت خوبی را پیدا کرده. دلم میخواد بکشمش. این قسم احساساتی شده نباید تصمیم بگیریم. باید یک دفعه خوب فکر کنیم. در مورد چی میخواین خوب فکر کنین؟ با ما بگوین. حالا دیگه مشوره کردن کار خوبی است. شاید بتونم براتون کمک کنم. چطور خواهر؟ آی بیا زود، تو به من بسیار کمک کردی خواهر. بچه ما در خانت پناه دادی، دیگه میخوای چی کنی؟ راستی همین چطور است؟ خوب است. چطور باشه؟ پیش از غذا خوردن بیرون رفت تا هنوزم نامده. چی؟ بعد از اینکه دانشگاه را خلاص کردم در دولت کار میکردم. تمام ترکیه را گشتیم. کار دولتی خوی مشکلات داره دیگه. هر جایی که تعیین بس شوه مجبور هستیم اونجا بریم. البته ما با این کار عادت کرده بودیم. از دوران مکتب تا حال از خانوادیم دور هستم. در اوایل با تو هم کمی مشکل تمام میشه. پشت خانواده دق میشی اما بعدا عادت میکنی. تا او وقت در وقتهای رخصتی اینجا رفت آمد میکنیم. اگه نشد باز تو را اینجا روان میکنم. میبخشین. خواهش میکنم. جواب نمیتین؟ نه خیر، شماری ناشناس است. فکر میکنم که اشتباهاً به من زنگ زده. اگه جوابتون باز خوب نمیشه. خوب ادامه بدین. زبانت دو خانه مانده آمدی دختره؟ هوا به تو میگم. مشنوم مادر. این چه وضعیت است هوا؟ چرا جگرخون هستی؟ در مورد توپراک فکر میکنم. در مورد توپراک فکر میکنی یا او خانه؟ شما چرا قگپای اقناق میزنین مادر؟ ندیدین که توپراک در چی وضعیت قرار داشت؟ چهرهشو ندیدین؟ خانه گفتی به یادم آمد. او دختری که همراه یوسف خان بود مشوقش بود؟ من دیگه از کجا بفهمم مادر؟ تو قهر شدی که لطت کده باشم. فقط یک سوال پرسیدم. فقط که من جوابگوی سوالای شماستم. بیزو به خاطر او صادق احمق اعصابم خراب است. شما هم دیگه قسم سوالا نپرسید. من اندازه کافی خسته و جگرخون هستم. درست اصلا بوریتان کشال نگیرین. معذرت میخوایم. آیسکریم براتون بخرم مادر جان. بسیار وقت میشه مادر دختر با هم 6 تا چیزی نخوردیم. درست است، قبول دارم. کاش توپراک هم همراه ما می بود دخترم. یک روز او را میاریم. خوش آمدین یوسف خان. خوش باشین. غذا نمیخوریم. تشکر. پس چیزی دیگه اشتیا دارین؟ لطف کنین برام فقط شیرینی بیارین. بغلاوه دارین؟ بله داریم خانم. پس درست است. امرای بغلاوه کم پستان بیارین. درست است خانم. با شما از فرمایش همیشگیتان بیارم یوسف خان.
کی به یادت آمد جانم؟ هیچ کس. میفهمی من در خانه بسیار تق میارم، نفسم بسیار قید میشه. خب به هر صورت اینجا هیچ دوست ندارم که بیایم، اما مجبور هستم که بیایم. خب فکر کو اگه ما و تو همیال در استانبول قدم میزدیم چقدر خوب میشد. اما تو نیست جانم. یوسف تو گپای مرا میشنوی؟ یوسف گفتم تو گپای مرا میشنوی؟ باتل تو چه وقت به استانبول میری؟ خانه بریم؟ کدام گپی شده؟ نه خیر. فکر میکنم نوشیدنی سرم کم بد خورده. از خاطر کادت ندارم، نه از خاطر. درست است جانم، من همراهت هستم. خدا کنه که همین زود خانه بیا یک کسی او را ببینه تبا خواد شدم. امین هنوز نامده؟ نامده. به ما غرض نیست. هرکت مسئولیت اولاد خودش داره. با سلطانه خوی قسم نمیگفتی؟ درست از خیاش نه، مراقبش میباشم. خیاش نه جان. پس و گپای چی شد رمزی؟ او وقت گذشت دیگه. شما چرا در مورد امین فکر میکنین؟ خوبی بدیش خودش میفهمه. حتما کدام کار داره. توبه توبه. اوف. من میرم بخوابم. شبتان بخیر. شب بخیر. ما هم رفتم. بله. مستم خاله. یوسف همراه دختر شیشک پس آمد؟ نه، هنوز نامدن دخترم. او دختری فرصت از دست نمیته جانم. او بسیار چالاک است. فهمیدم خاله، فهمیدم.
آفرین با تو دخترم. بسیار زحمتم کشیدی، بسیار مقبول بافته بودی. یوسف خانم بسیار خوشش کرد. بایدم خوش میکرد. او یک قسم دزدوزی ها را دوست داره. در سابق همیشه ما مادرش میبافتیم و او میپوشید، بسیار دوست داشت. از همین خاطر حال با ما چشم نمانده. دختر، تو گفته بودی که میخوایی به خاطر یوسف خان اینجا کار کنی. حالا وقتش رسیده. زمستانم نزدیک است. آب و هوا خواهد میال سرد شده. یگان چیز به یوسف خان بباف. او از این کارت بسیار خوش میشه. با نظر شما خوشش خواهد آمد؟ دختر، من چی میگم و تو چی میگی؟ حتی او را از جانش هم نخواد کشید. زنده باشین خاله جان. اگه شما نمیگفتین به فکرم هم نمیومد. نمیخوایم شما را ناامیدوار بسازم. خانمتان میفهمه که شما را فریب دادین. او خانه جدیدم میگپا به اثبات میرسانه و با خاطر حادثه دیروزم شاهد داره. با همین خاطر اگه طرف مقابل رضایت نداشته باشه باز بر ما مشکل ایجاد میشه. دیگه کدام راه حل وجود نداره وکیل صاحب. قاضی کدام کار کردن نمیتونه. از دست ما دیگه کار ساخته نیست. بهتر است که خانمتان را راضی بسازین. شما میخواین دل او رو به دست بیارم وکیل صاحب. امروز صبح باز به قدم زدن رفتی بچی؟ بله آمر صاحب. صبح بخیر یوسف خان. به خاطر همون موضوع دیروز مزاحمتان شدیم. کدام پیشرفت وجود داره؟ بله، 2 نفر مشکوک دستگیر کردیم. باید خانم هوا بیایه و اونا رو ببینه. درست است. حالا من برش خبر میدم. زنده باشین. روز بخیر. روز بخیر. انشالله خیرتی است بچیم. درباره موضوع هوا بود پدر. پلیس 2 نفر مشکوک دستگیر کرده. به خاطر شناسایی باید اونجا بره. پس تو رو چرا خواستن؟ ام پدرش و ام مادرش بالای سرش است. ما به سلطانه خبر میتم که با اونا خبر بتن. مادر، ما برشان گفته بودم به من خبر بتن. از او خاطر زنگ زدن. ببخشین که کم منتظر ماندین اما ارزشش داره. اوه، بسیار مزه‌دار معلوم میشه. نوش جانت جانم. آخرین دفعه غذا را به تو آماده کرده بودم. ببین که هنوزم یادم مانده. زنده باشی. زنده باشی دخترم. نوش جانتان. بسیار مزه‌دار است. نوش جانت. قدر مغرور است که هیچ نپرس دخترم. خب خاله فهمیده تانستین که بینشان چی گپ است؟ او دختر بسیار هوشیار است. از دانش گپ گرفته نمیشه. هیچ چیزی نگفت دختر. فقط میگفت تخم بده مرچ بده. دختر لاده. خدایایی وضعیت چطور سر ما آمد؟ ما با هم بسیار نزدیک شده بودیم. امرم بسیار خوب رویه میکرد. از من خواست که به اسب سوار شوم. وعده داد که از سواری را برام یاد میده، اما کلا چیز تغییر کرد. پیش چشمش که بودیم کار ما مشکل بود. حالا که ازش دور هستم چی خواد کردیم؟ دختر یک راه حل برش پیدا خواد کردیم. تو تشویش نکن. خدا کنه که خانم حمیده و او مرچی زرد بالا شک نکده باشن. اگه شکم کده باشه بازا یک راه حل پیدا خواد کردیم. مگه یک کار شروع کردم باز حتما به پایان میرسونم. اگه کدام چیزی را فهمیدین برام خبر بدین. درست است؟ درست است. حال کار دارم باز بعداً برات زنگ میزنم. خداحافظ. تورون خوابید؟ خاله به خاطر بافتن لباس به یوسف خان فقط همینا را دارم، اما قدر کافی نیست. یک دفعه تا بازار رفته کم خرید میکنم. لباس به اندازه او تا یک مام خلاص نمیشه. یگان چیز خورتر بباف، یگان شال گردن یا دستمال گردن. اما قسم او قسم باز فکر میکنه رشخندی کردیم. باز من خجله ندارم. ما میخوایم که یگان جاکت برش ببافم خاله جان. دخترم تو نمیخوایی از او تشکری کنی به خاطر دیشب؟ پس درست است. گپ مرا گوش کن. باید زودتر برش توفه بده که حقش ادا شوه. توفه خورد بزرگ نداره. حال یگان چیز دیگه بباف. با جاکتم خود بافتی. نمیخوایم از سر تیر کنم. آی دخترم تو یوسف خانه درست نمیشناسی. تو یک دفعه میره بباف باز در موردی که چی خواهد شد با هم گپ میزنی. درست است. پس من میال شروع میکنم. بچه خیرت باشه شما در این وقت خانه نمی بودین؟ شما حق به جانب هستین خاله، اما میفهمین که دیر آماده میشه. خانم بطوله میگین؟ با خدا به خاطر تو بسیار خوش هستم بچم. بعد از این همه ساله بازم با هم هستین. هم خانم حمیده و هم یلماز خان بسیار خوش هستن. گپ ساده خو نیست.
با شدن بخت یگانه بچه‌شانه به میزودی ها میبینن. شما چی میگین بخت چی سلطان خاله؟ ما با بتول فقط دوست هستیم. او گپ دیگه خلاص شده خاله. ببخشین بچه، من فکر کردم حالا که به خانه آمده. خب به هر صورت خواهش میکنم. رمزی دختره میره. خب بریم باز کن، من نتانستم. صبح بخیر هوا. صبح بخیر. چشمایت روشن. آمر صاحب زنگ زده بود. آمر صاحب؟ آها. 2 نفر دستگیر کردن و منتظر شناسایی اونا هستن. یوسف خان کجاستن؟ به حوزه رفتن؟ اونا جلسه داشتن. گفتن من شما رو برسانم. فهمیدم. دست قبل خود گرفتم میایم. درست است؟ درست است. مرا کار داشتی دخترم. بیا زو، اگه مرا نمیخواستی یا میامدم. خوب تا نیستی تا حدی از وکیل خود دور بسازی؟ ما یک قسم یک کار نمیکنم سلطانه خاله. چرا؟ به خاطر که او نامزادم است. ما شما رو به خاطر یک گپ دیگه خواستیم. دیروز وقت سر نان بودیم، امین برام زنگ زد. حتما وقت به رستوران میرفتیم ما را دیده. در بیرون از رستوران منتظر برآمدن ما بود. چی میگی؟ برش بگو که دیگه این قسم کارا را انجام نده. دخترم تو چی میگی؟ کسی که تو را قدر دوست داره ای گپا چطور برش بگویم؟ من ای گپا گفتن نمیتونم، میترسم. اگه در میدان آمده به کلگی بگویه که تو معشوقی او بودی، باز چی خواهد شد؟ مال معشوقی او نیستم سلطانه خاله. ای گپا باید پیش از نامزدی میگفت. واقعا دخترم؟ اگه تو از پس خودت به امین زنگ زده برش بگو که یه اشتباهش دیگه تکرار نکنه. آقایان میبخشین، ای که ناوقت آمده فقط اشتباهی من هیچ مهم نیست. فرق نمیکنه. سلام. اگه جلسه را شروع نکرده باشی میشه که بیرون بیایی بچیم. پدر جلسه بسیار مهم است. بیازم ناوقت آمدیم. ما بعد از جلسه پیشتان میایم. درست است؟ درست است. پس وقت خوش براتون میخوایم. جلسه را شروع کنیم. شروع میکنیم. از شرکت هایی که میخوایم ازشان تخمه سبزیجات بخریم بعضی نمونه ها آمده. اونا را برای تحقیق فرستادیم. بدون یکیشان دیگه همشان کیفیت خوبی دارن. خدا کنه که به خیر و خوبی خلاصش کنم. مقبول بافته شوه. اگه جواب ندی باز قلبت چطور باید از بیارم توپراک. آمر صاحب شب ما با ای خانم چه باش. خوب خانم هوا. اینا مو اشخاص بودن؟ آمر صاحب این قد بلندش کمی شبیه اوناست، اما فکر میکنم که دیگهش کمی چاقتر بود. نمیفهمم. اینا با اشخاصی که دزاراتتان اشاره کردین بسیار شباهت داره. به زود او شب بغیر از 2 نفر دیگه کس در منطقه دیده نشده. در اولین نظاراتتان گفتین که یکیش قد بلند و شخص دومی لاغر بود خانم هوا، و حال میگین که نه اون نفر چاق بود. آمر صاحب شب مرا آزار اذیت کردن. هرچی که دیده بودم به طور شاید براتون توضیح دادم. حالا اگه از یادتان رفته شما حق ندارین من مجرم خطاب کنین. منظورم از این گپی نبود خانم هوا. فقط خواستم بپرسم که اشتباه نکرده باشین. چیزی را که باید میفهمیدم فهمیدم.
بسیار تشکر آمر صاحب. اینا بچه ها نیستن. به اجازه تان میریم. مراد بیا بریم. با خدا با دستای خودم آماده کردیم نوش جان کنیم. دستای درد نکنه. زنده باشی سلطانه خاله. سلطانه؟ میشه به شام کباب آماده کنی؟ زیاد وقت میشه که نخوردیم. به خدا بسیار دلم میشه. البته خانم، البته. نه پس هم یاله دست به کار شو که ناوقت نشه. خب منور دخترم، بگو ببینم که شبتون چطور بود؟ لذت بردین یا نه؟ لذت چی مادر؟ فقط ما غذا خوردیم امی و بس. ای دیگه چی مانا میتم منور؟ شما کوشش نمیکنین که یکی دیگه تانه بشناسین و درک کنین؟ تا جایی که من میفهمم وکیل یک بچه تحصیل کرده و هوشیار رسیده و پولدار است دخترم. شاید تو باشه مادر. از برای خدا ای گپ دیگه چی معنی میده که شاید تو باشه؟ گوش کو دخترم، ما خود را به ای آدم به زور نمیتیم. تو خودت نگفتی که بیای او مرا خواستگاری کنه؟ خب حال دیگه ای کارایت باز چی ما نمیتم؟ شما حق با جنه بستین. خودم خواستم مادر. چی بفهم دیگه مادر؟ ام دیگه خدا نمیشناسیم، مثل بیگانه هستیم. اما به مرور زمان عادت خود کردیم و خوش به خود شدیم. من همین قسم فکر میکنم. این گپت خوشم آمد، بسیار خوشم آمد. ای انشالله انشالله. یک مادر دیگه چی میخواید دخترم؟ چی میخواید؟ انشالله. جان مادر. تو برو من میایم. درست است. بله خاله جان بگوین. 40 دفعه برات زنگ زدم، کجاستی دختر؟ به حوزه پلیس آمده بودم، 2 نفر دستگیر کردن که باید شناساییشان میکردم. ناخو بیگناه را در جنجال ننداز. هر چی کش کنی همون رو درو میکنی. شما چرا زنگ زده بودین خاله جان؟ با یک قسم خاله جان گفتن گپ خو خلاص نمیشه. برات مجده میتم مجده. خیرت باشه. مجده چی؟ هوا دخترین تولیت دوباره گل کرد. بین یوسف و بطول هیچ چیزی نیست. راست میگین خاله جان؟ خوب پس تو رس. حالا دیگه کار چیز بدل ما پیش میره. خوب دیگه هوا خانم، باید در کارهای خود موفق باشیم. شما تشویش نکنین خاله جان. خداحافظتون. خداحافظ دخترم. مراد بفرمایین. به نظرت اتفاق امروز به یوسف خان بگوییم یا نه؟ چی میگی؟ نمیفهمم. جلسهشان در شرکت است؟ بله. خب بیا که به شرکت بریم. درست است. سلام علیکم آقایان. تو باز اینجا چی میکنی؟ فکر کنم سیلی دیشب فراموش کردی چطور؟ با خود هرچی که بگوین حق دارین. کار دیشب احمقانه بود، اما باور کنین که فکرم سر جایش نبود. میفهمین از صوت طفلم از یاد وقت نمیشه. از وقتی که مرده خود کاملا گم کردیم. حالا اگه برام اجازه بدین که دست پای خانم بوسید ازش معذرت بخوایم بسیار خوب میشه. اجازه نیست که داخل بری فهمیدی؟ خب مرا داخل اجازه نمیتین، پس او را بیرون بخواین. شما بگین ما چی وقت با هم گپ بزنیم؟ اول باید آدم شوی. حالا از امون رای که آمدی پس برو. حالا دیگه بیادر. ما خانم شرعی خدا دیده نمیتونم. برات گفتم برو از اینجا، چرا گپا نمیفهمی؟ حالا دیگه برو. اگه زودتر تصمیم بگیریم که تخم‌ها را از کی بخریم، باز میتونیم کار کشته شروع کنیم. ما همراه کارگرا گپ زدیم. کار آماده ساختن خاک به سرعت ادامه داره. معذرت میخوایم مزاحمتان شدم یوسف خان. شما مهمان دارین، خانم هوا در بیرون منتظر شماست. یوسف خان، با مهمترین نقطه جلسه رسیدیم. ما گفتن یای خدا گفتم، باقی شدگاه شما حل کنین.
اینا رو شما ساختین یوسف خان؟ در خانه تابستانی هم از اینا دیده بودم. تمامشان بسیار مقبول هستن. از ماموریت پلیس آمدی؟ بله. آقا مصطفی زنده باشه. امر بسیار خوب رویه کرد. البته این کارش از برکت شماست یوسف خان. خواهش میکنم. یک اتفاق بد افتیده بود و مجرمینش هم دستگیر میشن و جزای خودم میبینن. زنده باشین. من خواستم که شما رو فقط در جریان بانم. بسیار تشکر یوسف خان. ما تو رو همراهی میکنم. اگه خواسته باشی مراد تا خانه برسانید. زنده باشین. بسیار تشکر. من قدم میزنم. قدم زدن بسیار خوش دارم. از سابق قدم میزدم. حتی وقتی که در خانه شما بودم. انسان راحت میسازه. میتونیم به تنهایی خوب فکر کنیم. به هر صورت فکر کنم زیاد گپ زدم. میبخشین. روزتان خوش. زنده باشی. یوسف خان، من یک گپ ازتان میپرسیدم. ما کدام کاری کردیم که شما عصبانی شده باشین؟ نه خیر. کدام گپ شده؟ اخراج من از خانه شما کاملا ناگهانی شد. من میفهمم که شما در برابر خدمتکارا چقدر حساس هستین. اگه کدام گپی می بود برام میگفتین. از دیروز به این طرف فکر میکنم. حتما میگم کدام اشتباهی کردیم یا کدام گپ دیگه است. اگه کدام اشتباهی کردیم برایم بگوین که خود اصلاح کنم. هوا در مورد خانه منه، بلکه مادرم تصمیم میگیره. اما تو راحت باش، این کار اشتباهی تو نبوده. درست است. بسیار زیاد تشکر. روزتان خوش. روز تو هم خوش. صادق، خیرت باشه بچیم. پیش از غروب بنوشیدن شروع کردی. درد قلبم از یاد شدم مادر. به خدا برات دلم میسوزه بچیم. به خاطر او خانمت که تسلی خوردی کم نبود که حالا به خاطرش یک قسم نوشیده میری؟ مادر، ما توبراک میخوایم. نمیفهمیدم که قدر دوستش دارم. اگه من راه کنه چی خواد کردم؟ آه صادق بچیم. در این مورد باید از اول فکر میکردی. حالا فکرت در سرت آمد؟ اگه میفهمیدم من رها میکنه این کار نمیکردم. زنگ زد. با خدا توپراک زنگ زده. توپراک؟ بیشتر اینجا آمده بودی؟ دید اومد. بله آمده بودم. توپراک آمده بودم. چطور نبیم قندم؟ اگه میگی پشت دروازت بخوابم پس بیا یک راه حل پیدا میکنیم. صادق، این موضوع دیگه بسته شده. مزید خواهش میکنم. در قدر وقت با هم عادت کرده بودیم. حق سر تو، حق تو سر ما مانده. از خاطر بدونی کم دیگر اوزار بتیم بانک دادگاه دایر شوا و طلاق بگیریم. تو میگی که من خدا بکشم توپراک؟ هر جزایی که میتی بتی، اما این کار کردن نمیتونم توپراک. از تو منصرف شده نمیتونم. میتونی صادق. ما دیگه نمیخوایم کمرای تو باشم. تو اشتباه میکنی توپراک. اگه دوستم نمیداشتی مرا نمیخواستی باز زنگ نمیزدی. مرا خود بخشیدی. باز بیبی مرا خود بخشیدی. ما با تو زنگ زدم که بگویم دیگه کل چیز خلاص شد. خداحافظ. تو باید مرا ببخشی توپراک. تو دیگه چاره نداری، فهمیدی؟ بچم، بیبی همراه چای برات شیرینی هم آوردم. اما شیرینی که زیاد خوش داری. کمی بخور که خالت خوش شوه. تو به خاطر چی قدر جگر خونستی؟ بگو که راحت شوی.
شب نان نخوردی، صبح نام نخوردی، یه قسم خونه میشه. بیبی به چی حال رسیدی بچه؟ از صبح که زنگ زده میره، تو جواب نمیتی، باز به من زنگ میزنه. من نمیتونم دروغ بگویم بچم. خودت این مشکل حل کو. دیگه قسم لبروی تا کشال نگی. دیگه برم زنگ نزنه. نمیخوایم امروز گپ بزنم. توبه توبه. چی گپاس مادر؟ چی شده دخترم؟ دیروز خزان بودی، امروز بهار شدی؟ اما تو دیگه. نه که لاتریت برآمده چطور؟ نه، اما حل از امکان داره برایه. هوا دخترم، نه که تو عاشق شدی دخترم ها؟ نه خیر، عاشق چی مادر؟ گوش کو چی میگم دخترم. وقتی جونت برات پیشنهاد کرده بود همه قسم خوش به نظر میرسیدی. معلوم است که شما چی میگین مادر. او سابق بود دیگه. هوای سابق دیگه وجود نداره. عشقی هم دیگه وجود نداره. خوش آمدین یوسف خان. خوش باشی. کل چیز خوب است. امروز صادق با یک دسته گل آمده بود. محسن بیادرم داخل اجازه ندادش. وقتی دید که میخواد جنجال درست کنه باز با زبان خودش امرش گپ زد. خوب درست است. هوا؟ دخترم همین که غذا خوردی به اتاقت آمدی. مادر به نظر شما این کفتر باید چه رنگی باشه؟ با هم که ببینم. به نظر من این رنگ بهتر است. راست گفتین، این رنگ مقبول است. توپراک؟ چطور هستی دخترم؟ مادر جان خوب هستم. ازتان یک چیز را میپرسیدم. وقت شال گردن بافته میشه باستارش از طرف آخر قطع میشه از اولش؟ از طرف آخرش دخترم، از طرف آخرش. درست است، زنده باشین. کلگیتان میبوسم. به خواهرم هم سلام بگین. شبتان بخیر. توبه توبه. خیریت باشه خانم. چی بفهمم رمزی؟ در این روز دخترای ما کاملا مصروف به نظر میرسه. کاملا مصروف. وقت داره توپراک؟ البته بفرمایین.
چطور هستی؟ خوب هستم، زنده باشین. شوهرت تو را ناراحت می سازه. ای راست است؟ بعضی وقتا زنگ میزنه، اما بالاخره خود فهمید که کل چیز خلاص شده. امی که دادگاه دایر شوه راحت میشم. دادگاه چی وقت است؟ روز شما. درست است، ما هم رایت میرم. لازم نیست، به خاطر من خدا به زحمت نسازین یوسف خان. توپراک، در مقابل ای کارهایی که تو به خاطر ما انجام میدی، ای کار ما هیچ است. ما به تو ران امانت دادیم، تو هم از خود کده خوبتر متوجهش هستی. وقتی نباشی تو ران خوش معلوم نمیشه. تو تمام روز از اتاق بیرون نمیشی و شکایت هم نداری. به خاطر تو هر کاری لازم باشه انجام میدم، هر وقت. درست است؟ زنده باشین. شب بخیر. شب شما بخیر. صبح بخیر. بعد تو صبح شده اما من هنوزم دم خواب هستم. حالا دیگه لباسایت بپوش بیا. حالا دیگه کم قدم بزنی راحت میشی. فقط که مرا نمیشناسی یوسف. از قدم زدن نفرت دارم. تا مارکتم با موتر میرفتم، یادت رفته؟ خب درست است. هوا؟ در این وقت صبح کجا میری دخترم؟ میرم قدم بزنم. تو؟ دخترم تو را تا نانوایی به زور روان میکردم. این قدم زدن دیگه از کجا شد؟ در خانه خانجیغلو فقط استراحت میکردم، چاق شدیم. میخوایم دوباره لاغر شوم. هر قسم خواسته باشی. موفق باشی دخترم. یعنی منظورم این بود که با چاقی مقابله کردن بسیار مشکل است. از این خاطر میگم موفق باشی. درست است، روز خوش. اول باید برو میره با فهمم که یوسف خان در کجا قدم میزنه. سلام علیکم. صبح بخیر. سلام علیکم احمد بیادر. علیکم السلام، بفرمایید که یک چای بنوشیم. زنده باشین بیادر. کدام وقت دیگه؟ یوسف خان؟ آقا تو اینجا تا این وقت؟ صبح بخیر. صبح بخیر. براتون خود گفته بودم صبح عادت دارم قدم بزنم. فهمیدم. خب دیگه مزاحمت نمیشم. راستش حالی که دیدمتان میخوایم در مورد یک موضوع همراهتان گپ بزنم. وقت دارین؟ درست است، قدم زده گپ بزنیم. درست است. شما خود خبر دارین که سر خواهرم چی روزایی آمده. اول به خاطر کمکایتان ازتان بسیار تشکر میکنم. مهم نیست. در خانه ما کسی قسم کارا کده نمیتونه، حتی اگه دوست نزدیک ما باشه. شما راست میگین. توپراک بسیار حساس است یوسف خان، بسیار مهربان است. من او را خوب میشناسم. صادق من یک راه پیدا خواهد کرد که از طلاق گرفتن توپراک منصرف بسازه. من نمیخوایم که توپراک بازم جگرخون شوه. از این خاطر اگه بازم صادق اونجا آمد، باز میشه که به من خبر بتین؟ دیروز آمده بود. واقعا؟ با هم دیگه گپ زدن؟ متوجه رفتارت باش. تو ما رو نصیحت میکنی؟ در پیش خانه یوسف خان خب بسیار سر مقال کردیم، کافی نبود؟ بیادر دست ما را حکو. برای زیارت کردن قبر دخترم باید از اجازه بگیرم؟ خواهش میکنم. چرا باید از من اجازه بگیری؟ البته که زیارت کردن میتونی، اما کمی پسندتر. حالا دیگه، حالا برو. بالونو از اینجا بسیار مقبول معلوم میشن.
شاید انسان خود در بالون بسیار آزادتر احساس میکنه، اما تو نیست. چرا شاید گفتی؟ هیچ سوار نشدی؟ مردم از کجا کجا به خاطر سوار شدن به اینا اینجا میاین. تو هم اینجا هستی اما تا بالا سوار نشدی. سوار نشدیم. راستش وقت خورد بودم همراه توپراک بالای درخت میرفتیم و تصور میکردیم که انسان خود در بالونا چه قسم احساس میکنه. طفلی بود دیگه. یک آشنا داشتیم که نامش مصطفی بود. پیش صاحب ای بالونا کار میکرد. یک روز گفت که بیاین که به بالون سوارتان کنم. صبح وقت حرکت کردیم اما در نیمه راه به ما گفت که امکان نداره. بسیار جگرخون شدیم، بسیار قهر شدیم، گریه کردیم، اما دیگه فایده‌ای نداشت. نتونستم لذت سوار شدن بالون احساس کنم. یوسف خان، میخواستم ببینم که شهر از او بالا چی قسم معلوم میشه، اما با این وضعیت من فکر نکنم که آرزویم برآورده شود. حالا بیا. بیا دیگه. صبح بخیر. صبح بخیر دخترم. صبح بخیر. صبح بخیر دخترم، بیا بیشی. یوسف از قدم زدن نامده؟ نه هنوز نامده. همیشه هم قسم نوقت میاد؟ نه راستش نوقت نمیکنه. اگه اشتها داشته باشه یا نداشته باشه بازم در وقت نون حاضر میشه. حتما کدام کاری پیش آمده. پیش از شروع کردن صبحانه برش زنگ میزنم. میبخشین خانم، یوسف خان موبایلش در خانه فراموش کرده، کسی زنگ میزنه. من زنگ زدم. دخترم قطع کو به اتاقش ببر. بفرما شروع کو دخترم. بفرمایین بریم خانم توبراک. توپراک از من روی نگردان. مزاحمت نکو. ده اصل تو مزاحمت نکو. با تو چی غرض؟ تو را از این شهر گم خواد کدام. مر عصبانی نساز. گم شو. یوسف خان بفرمایید، بالون شما آمده است. تشکر میکنم. فقط من و شما سوار میشیم. وقتی که بالا بریم کدام اتفاق خونه میفته؟ نه خیر نه خیر، تشویش نکن. درست است. ببینم دیدن این شهر مقبول از بالا خوشت میایه یا نه؟ دیروز به خاطر که 2 دقیقه نوقت کردم چقدر سرم گپ زد خاله جان، اما حالا یک دفعه خودش ببینین. فقط که نمیفهمه جلسه داریم. دخترم حتما کدام کار داره که ناوقت کرده. چرا اینقدر تشویش میکنی؟ اگه کدام اتفاق افتیده باشه باز؟ اتفاق چی بتول دخترم؟ اینجا استانبول نیست، کاپادوکیاست. در اینجا اوره ای چیزام نمیشه. بیازه مشکل من نیست خاله حمیده. اگه بالای ما و یوسف کدام بلایی بیایه باز چی؟ هر دوی ما میفهمیم که او تا یه وقت قدم نمیزنه. اگه کدام جای دیگر رفته باشه باز؟ ببینین اونجا مکتب ما بود، اونجا خانه ما بود. هیچ تصور نمیکردم که شهر قدر بزرگ باشه.
کشورهای مختلف گشتیم. در شهرهای مختلف بودیم. اما بالاخره دوباره به کشور خود آمدیم. فقط به همین خاطر که بزرگ و زیباست. در جای دیگه زندگی کردن نمیتونم. درست مثل امو گلایی که در خانه تابستانی شماست. من در خاک بیگانه پژمرده میشم. پشت قریه خودمو دق میشم. من بدون تشکری به شما چیز دیگی دادن نمیتونم یوسف خان. از دستم چیز دیگی نمیایه. هر وقتی که با شما روبرو میشم یک زیبایی زندگی من تجربه میکنم. از کجا میفهمیدی ما امروز با هم میبینیم؟ من میخواستم به شرکت بیایم. گفتم بیایی میره براتان بتم. قسمتی بود که درها ببینیم. او خانه شما نیست؟ گفتی بیا مام کاربار حاکت آمدم. کار خوبی کردی. گوش که عادل جان، هیچی تو موضوعی نمونده که در موردش برات نگفته باشم. اما تا وقتی کو احمق پسته که مرا ای 4 دیواری انداخته با جزای اعمالش نرسانم آرام بوده نمیتونم. فهمیدی عادل؟ باید هم همی کار کنی. اگه بعد اسم باش همه او بیشرف پیدا میکنم. اما از همه چیزی ساخته نیست. او سو اسنی بر زنگ زدم. خبر داره پول پیش اوز. کفترهای بچه کاکایت با او پول سیر خواد شدن. زیاد تشویش نکو. فکر کو که کار تمام است. اگه بخواین او نامه را فریب بتن باور که کلشان از بین میبرم. من ضمانتشان نمیکنم بیادر. تو تشویش نکو. اگه فریب کاری کتن باز پیش از تو خودمونا را از بین خود بردم. تو نقشی را که در سر دوری بساز باقیشه به من بون. من میفهم که چی کار کنم. خسته نباشین. زنده باشی دخترم. چیزی میخواستی؟ میشه اینا رو به امین بتین سلطانه خاله؟ اینا چی است؟ امین خودش میفهمه که چی است. دخترم تو یک اشتباه بسیار بزرگ میکنی. اگه ایره بتی چی تغییر میکنه؟ شما را از هم جدا ساخته نمیتونن. بیبی منور دخترم، تو وکیله از خود دل سرد بساز دخترم. بعد از او به خاطر کار یک چاره خواهد سنجیدیم. یک راه حل پیدا میکنیم و با مادرت گپ زدی مشکل حل میکنیم. خاله شما میفهمین که چی میگین؟ گوش کنین که قسم یک کار انجام ندین. به خاطر که پدرم بیادرم او وکیل بسیار خوب میشناسن. اگه آدم بده باشه باز من به او نمیتن. دزم اونم زدم است. اگه خوب باشه یا خراب باشه فرق نمیکنه. مرچی باشم راش گذارم میکنم.
بسیار زیاد تشکر یوسف خان. این بهترین صبح زندگیم بود. خواهش میکنم. دوستم چکر شهر دادم فقط قدر. نمیفهمین که به من چقدر ارزش داره. بازم بسیار زیاد تشکر. به امید دیدار. به امید دیدار. سلطانه؟ خسته نباشی. چی میکنی؟ ترشی آماده میکنم. اما باید سیرش از زیاد بندازی. زیاد انداختم خانم، زیاد. شما چیزی میخواستین؟ وقتی که صبح یوسف برآمد تو ندیدی؟ سلطانه به تو چیزی نگفت که کجا میره؟ نه خیر، هنوز نامده؟ نه نامده. موبایلش هم در اتاقش فراموش کرده. به هر صورت وقتی که آمد برش بگو که پیش ما بیایه. درست است. امرش گپ میزنم. درست است خانم. صبح بخیر خاله جان. صبح بخیر دخترم. از تو یک چیز میپرسم. کلگی مثل دیوانا یوسفا میپالن، اما این امکان نداره. میخواستم بپرسم همراهتون نیست؟ حدس شما درست بود خاله جان. جدی میگی؟ یوسف همراه ما بود. با هم به بالون سوار شدیم. چی میگی دختر؟ اما تو از خاله. اول با هم قدم زدیم، بعدم به بالون سوار شدیم. باز از هم دیگه جدا شدیم. خوب است. درست است. من چند دقیقه بعد برات زنگ میزنم. درست است، حال کار دارم. خلاص کردی دخترم؟ چطور است خاله؟ بسیار مقبول است توبراک. وقتی یوسف خان آمد ببر برش. نه ما برش دادن نمیتونم. اگه غلط فکر کنم باز جگر خون میشم. مهمی است که ازش استفاده کنه، اما تو نیست. تو برش بتی و بگو که خودت بافتی. ضرور نیست بفهمه که ما بافتیم. خب دیگه خسته نباشی. زنده باشی. یکیش مثل آهو تیز است، دیگهش مثل روبا. از گپ زدن میترسه. بیچارگک. اینا دیگه چه قسم هستن؟ یوسف میشه بگویی کجا بودی؟ از تشویش دیوانه شدم. موبایلتم در خانه فراموش کرده بودی. با یک دوستم بودم. چیز قابل تشویش نیست. نامش خو نگفتی. حتما کدام دوستت است که من نمیشناسم. باتول بیاز تو هیچ کدام دوستم که در اینجا هست نمیشناسی. میزنو جمع نکردیم. صبحانتان بخورین. زنده باشی خاله. ما به شرکت میریم. در اونجا یگان چیز میخوریم. یوسف خانی به شماست. ایچی از خاله؟ توبراکی را به شما بافته. توبراک یک دختر با ادب و قدرشناس است. او به شما و به خانم حمیده احترام داره. از ما خواهش کرد که بر شما بتم، با خاطر که اگه کسی ببینه باز فکر بد خواد کرد. راستش شیرم گفت که ما به شما بافتیم، اما مهمی است که شما ازش استفاده کنین. نخواستم زحمت و دختر نادیده بگیرم، از این خاطر براتون آوردم. درست است خاله. هیچ تشویش نکنین. زنده باشین. تو هم زنده باشی بچم. اوه خدای من، این بچه را ببین. امروز مثل بچه های فیلم معلوم میشه. بسیار مقبول شدی. ماشاءالله. زنده باشی بیادر. میشه بگویی که به خاطر کی قسم خودت جور کردی؟ دوست دخترم میایه. کاش که او دوست دخترت هر روز اینجا بیایه کی قسم خودت جور کنی. جونایت کسی با دیدنت آمده؟ حالا دیگه بیادر برات ملاقاتی خوش میخوایم. تشکر بیادر جان. ما میکنه. اجازه است توبراک. بفرمایین. ایر سلطان خاله برم داد. گفت که تو بافتی. بسیار مقبول است. ما هم بسیار خوشم آمد. زنده باشی. راستش من به خاطر که زود شوه ایره بافتم. میخواستم برتان جاکت ببافم، اما نمیفهمیدم که کدام رنگ باشه. لاجوردی درست است؟ نه توبراکی کافی است. دیگه زحمت نکش. زحمت چی یوسف خان؟ به شوقی کارم میکنم. خب خاکستری باشه.
بازم بسیار تشکر، زنده باشی. روزتان بخیر. حالا دیگه جانم، حالا دیگه وقت ملاقات رسیده. پدر تو ده اینجا چی میکنی؟ بچه با تو خبرهای خوش آوردیم. خب چه وقت از اینجا بیرون میشو؟ 2 هفته بعد دادگاه برگزار میشه. یک وکیل نو پیدا کردیم. انسان از تنابدار نجات میده. انشالله پدر جان. تو بالای پدرت اعتماد داشته باش. به خاطر خوشخبری گپ شیرینیام آورده بودم اما ازم گرفتنش. باز پاسان برات میتن. هرچی میگی زودتر بگو خیاج، نه من از خود کار بار دارم. چرا قسم پیشانی ترش میگیری؟ ما به خاطر دخترت اینجا شما رو نخواستیم. میخواستم درباره امین خود پرسان کنم به خاطر که به تلفن جواب نمیده. به نظر چرا جواب نمیده؟ خاله؟ دخترم چطور هستی؟ چی حال داری؟ او زاده خود تو را ناراحت نمیزاده اما تو نیست. بیا زخ کار خود کده. از این بعد دیگه پیشی مرزش نداره. خاله سرتان قرار استم با آقای یوسف خانو گپا گفتین اما او را خوش کرد. از ما تشکرم کرد. دختره ما خبرت گفته بودم که دی جای شرم نیست. از ما خواست که جاکتم ببافم. باید به خریداری برم. درست است. همین که کارم خلاص شد باز یک جای میریم. توبراک توران بیدار شده گریه میکنه. تو میخوایی چی کنی خیاش؟ نه من برات نگفته بودم که برات اجازه نمیتم دخترای من بزده هم بسازی؟ این کاره یا هوا با آخر میرسانه یا هیچ کدامشان. ای جاکت بافتن و لباس بافتن دیگه از کجا شد؟ دیگه گناه ما چیز یاسنا جان. با خاطر که در مقابل صادق ازش دفاع کرد خواست که تشکر کنه. من برش چی میگفتم یاسنا؟ برش میگفتم تو صبر که خواهرت به این کار تمام کنه. من برای تمام گپای ما گفتم خیاش. نه اگر کوشش کنی که دخترای ما بزده هم دیگه بسازی باز ما هم زندگی امینه تباه میسازم. پیش یوسف رفته چیزایی که بین بچه تو خواهر وجود داره برش دانه خواد گفتم. اگه ای قسم یک کار انجام بدی باز اگر نام تو رمزی دیوانه باشه نام مام سلطانی زنجیری است. اگه با بچیم کدام ضرر برسانی او وقت از بین میبرم. بیرون شو هلا، گفتم بیرون شو. بله؟ هوا جنید؟ بسیار اگه اتفاق بد افتاد هوا. چی شده؟ در اتاق ما یک مریض روانی است. اعصابش یک دفعه خراب شد و کلی چیزا به هم ریخت. کم مونده بود که ما را از بین ببره هوا. یعنی چطور؟ مرا چیزی نشده، تشویش نکن یک دانیم. اگه نگویی باز به تشویش میشم. وار خطا میشم. تخمای زراعتی را روز سفارش میدیم. باید بفهمم که به آقای اوزشان راپور بدم. بیا زده ای اواخر یک جلسه رام تا با آخر به خوبی ادامه داده نتانستیم. یوسف خان به خاطر کرایه بالونی که صبح سوار شدین به من گفته بودین. ببخشین من یادم رفت که یادداشت بگیرم. کدام شرکت بالون بود؟ همین شرکت تورگیت خودم بود. بسیار تشکر. بازم معذرت میخوایم. تو صبح در بالون سوار شده بودی؟ بله. و من خود گفتی که همراه دوستت بودی؟ با دوستم یک جای سوار بالون شدیم. باید از همه چیز برات حساب بدم. نه خیر یوسف، حساب نتین نمیخوایم.
بله. خاله در خانه اوضاع چطور است؟ یوسف چی میکنه؟ دخترم تو رو چی شده؟ از کجا بفهمم که چی میکنه؟ ما خب محافظ او نیستم. راست میگین خاله، اما من به تشویش هستم دیگه. بعد از اتفاق امروز فکر میکردم که برام زنگ میزنه، اما هیچ خبری نیست خاله. باید بسیار انتظار بکشی. یوسف خان به این سادگی به دام نمیفته جانم. اوف خاله، بعد از این همه نزدیک شدن فکر کردم تحت تاثیر قرارش دادیم. اگه خوشش میومدم باز برام زنگ میزد. چی بفهمم؟ شاید من غلط فکر میکنم خاله. نمیفهمم. ما صبح تا به حال او رو ندیدیم، اما آمده در اتاق خودش است. بتول هنوزم اونجا می باشه. معلوم داره که در اینجاست. یک دقیقه از پیش یوسف دور نمیشه. امشب به خاطر گپ زدن در مورد نامزدی منور بیرون میرن. حتما امشب مثل عروسا اونجا خواد رفت. نه از من خوشش نامده. اگه تو می بود باز هنوزم همراه بتول نمی بود. چقدر کار خوبی کردین که آمدین کاکا رشید. اون روز به خاطر تمرین ازتون تشکری کردن نتونستم. بانده گوا دختره، هیچ گپ نزن. بیا زوبار آخر که آمده بودی سوار اسب نشدی. اون روز وقتی که تو با اسب مصروف بودی یوسف خانم آمده بود. محمود رو دیده بود. ددان دروازه ایستاده بوده بدونی که داخل به بدون کدام گپ از اوجا رفته. من به اجازهتون پیش مادرم میرم. نوش جانتان. سلام، خوش آمدین. نو وقت خو نکدیم. نه جانم. هیجانی هستی؟ شبتان بخیر خانم. خوش آمدین بچه. تشکر میکنم. خوش آمدین آقا جلال. آماده شدن خانما کم وقت میگیره، بسیار زیاد میبخشه. خوش میکنم. چطور هستی؟ بتول، عروس آینده ما. دخترم تو با پدرت چای بردی؟ مادر دخترم صبر کو، مرا مندازی. تو را چی شده که قسم پرواز میکنی؟ اون روز ما به خاطر از سواری خانه کاکا رشیدشان رفته بودم. تو؟ به اسب سواری؟ بله. دخترم تو خواه از اسب میترسیدی؟ او گپای سابق بود مادر. حالا دوستشان دارم. در اونجا یک اسب بود که بسیار خوشم آمد، اما با من مثل بیگانه رویه میکرد. فکر کردم از من فرار میکنه. خب از کاکا رشید پرسان کردم، گفت که فرار نمیکنه. او هم محبت خود نشان داده. اسب تو را دوست داشته، همون تو هست ها؟ بله. درست است. آی. یوسف بچیم چی جریان داره از برای خدا؟ مادر شما میخواین چی کار کنین؟ عروس آینده چی مادر؟ کدام گپ غلط گفتم؟ دختر در کاپادوکیاست بچیم. تو آوردیش. گفتم که در خانه ما زندگی کنه. تو هیچ اعتراضی نکدی. مادر بچیم تو ای دختر سالا دوست نداشتی؟ او روزایی را که در بغلم گریه میکدی فراموش کدی؟ مادر به خاطر درد که در قلبت بود او خانه تابستانی را ساختیه و خودت در اوج پنهان کدی. دروغ است؟ روز خدا کار امرا یک دیگه خود می باشین. شبان با هم دیگه به چکر میرین بچیم. خب من فکر کردم که با هم آشتی کدین.
یعنی ای که به چند نفر گفتم که او عروس مس اشتباه کردیم؟ مادر، ما و بتول فقط دوست هستیم. او رو فقط به خاطر کار خواستیم. من نسبت به او هیچ احساسی ندارم. شما هم گذشته را فراموش کنین. خلاص شد. خدای بزرگ من. صادق بچیم، من هستم قده. تو به خاطر چی اینجا آمدی آقا رمزی؟ با صادق بعضی گفتنی ها دارم. صادق در خانه نیست، نمیفهم کجا رفته. از برکتتان بچیم نه در خانه می باشه و نه در کار. چرا مرا مقصر فکر میکنی قده؟ ما آمدیم براتون کمک کنم. منور کدام چیز شده عزیزم؟ نه چیز نیست. غذا را فرمایش دادین؟ البته که فرمایش دادیم. چطور فرمایش نده؟ ما هم امروی آقا جلال صحبت میکردم. حمیده، آقا جلال میگن که باید پیش از اینکه ما آینده داخل شه و مراسم نامزدی را بگیریم. البته هر قسم که مناسب میبینیم. بسیار تشکر خانم جان. او طرف بریم رئیس. خانواده شما اینجا هستن آقا محمد. یک سلام بتیم باز بریم. چطور؟ البته درست است. نوش جان و مبارک باشه. شب بخیر. شب بخیر محمد. شب بخیر. بچه کاکا چی گپاس محمد؟ دی وقتا هیچ دیده نمیشی، به شرکتام نمی. خیرت خواه است. معلوم است. کمپاین انتخاباتی. دیگه ای که قریه و دهات گشته کمپاین میکنه. بسیار خوب است. کارات ادامه بده. یوسف خان، در یک وقت مناسب میخوایم امرایتان گپ بزنم. حمایت شما از کمپاین ما باور کنین بسیار موثر خواهد بود آقا یوسف. هر وقتی که خواسته باشین آمده میتونین. تشکر میکنم. به هر صورت بیشتر از این مزاحمتان نمیشه. اقدر پشیمان است که هیچ براتون گفته نمیتونم. امروی توپراق خو هیچ گپ زده نمیشه آقا رمزی. از او خاطر صادق شراب می نوشه. بسیار میترسم که به کدام کار دست نزنه. حال کجاست؟ ازش خبر داری؟ امین، تو هنوز نخوابیدی؟ اگه بخوابم بازم خوابم نمیبره. امین، چند روز میشه کمی قسمتی. منتظر بودم که به خود بیایی، اما تو یک قصد نداری. جگرخون هستی و از ما فرار میکنی. حالا ما برای چی بگویم هوا؟ همو بهتر است که یه چیز نگویم. فقط بفهم که دمی مشکل قرار دارم و راه حل نداره. چی مشکل برام بگو امین. ما یک نفر بسیار دوست دارم هوا. من میفهمیدم. تو با من ایره بگو که او دختر کی است؟ چی باعث شد که تو را به این حالت بندازه؟ داماد. او پدر، خوش آمدین. بیشی یگان چیز بنوش. نمی نوشم. تو هم دیگه نباید بنوشی. هنوز میار خود پورا نساختیم. هر وقتی که درد وجودم کم شد باز بس میکنم. درد توی قسم کم نمیشه. اگه خواسته باشی که با هم کمی گپ بزنیم. یوسف چیزی شده؟ امروز متوجه شدم که مادرم درباره بعضی چیزا غلط فکر میکنه. درباره چی؟ درباره ما. فکر کنم این مسئله کارباره او یک قسم دیگه درک کرده. او فکر میکنه که ما تو دوباره یک جای شدیم یا یک جای خود شدیم. حالا ما طفل نیستیم. هرچی که در قلب ما باشه اظهارش میکنیم.
یک قسمی تمام غلط فهمی ها دور خواهد شد. باتل راستش هم یالا گپ قلب ما گفتم. ما و تو با هم دوست هستیم. دازم نگه واقعا تو را میخواستم باز اول رهایت نمیکردم. بیبی گفتی و خلاص شد. حالا دیگه کدام غلط فهمی وجود نداره. اگه کدام گفتنی دیگه نداشته باشی من میخوایم که بخوابم. شب بخیر. پدر دوست داشتنی من به خاطر توپراک میمارم. پس تو کس گوشایت خوب بازگو بگه پای من گوش کو. اگه واقعا میخوای خانم تو را ببخشه تمام گپای مرا میشنوی و در مقابل هیچ چیز نمیگی، باز من کمکتان میکنم با هم آشتی کنین. واه آفتاب از کدام طرف برآمده پدر؟ تو از مقهار نبودی؟ خودت میفهمی دیگه. اگه از گذشته درس عبرت نگرفته باشی باز ما ناخوده به خاطر تو خسته نمیذارم. درست است پدر. ناشنیده بگیم. من را غلام خود فکر که تو امر کو که چی باید کنم؟ ببی ما در اینجا بازی نمیکنیم. گفته باشم که شرطایم بسیار سنگین است. هیچ کدامشان به اندازه توپراک سنگین بوده نمیتونم. خوب است. اول نوشیدن ترک میکنی. درست است. توپراک بیایه با غیر آب دیگه چیزی نمی نوشم. خانم ها را خود کوچه و بازار بان، حتی در تلویزیون هم نمیبینی. اگه خبر شدم که دیدی باز با خدا قسم میخورم دیگه طرفشان سیلام نمیکنم. دیگه او زمینه که از پدرت به میراث مانده او را به نام توپراک میکنی. اگه نمره در خوابم نمیبینی توپراک هم آشتی نخواد کرد. درست است پدر. فقط یک سی زمین از مز پدر. دو زمین مادرم و مقدارم. ما تمام گپای ما برات گفتم. برو یک جا بشی خوب چرتت بزن، باز آمده تصمیمت به ما بگو. درست است؟ حالا دیگه بخیز، به اندازه کافی نوشیدی. حالا خب همین جان دهی دیگه چی گپ است؟ به نظرم باید بریم از دختر خواستگاری کنیم. از تو گده خوبتر پیدا میتونه؟ وظیفه داری، از همه مهمتر زیبایی هم داری. مشکل خودم اینجاست هوا. دختر بسیار پولدار است، با وجودی که مرا دوست داره اما خانوادهش راضی نمیشه. من مجبور هستم که عشق من فراموش کنم. مجبور هستم. هیچ قسم نخواد شد، تشویش نکو. امین، اگه تو کسی را دوست داشته باشی که جانب مقابلم تو را دوست داره، پس باید با همت باشی. تو هنوز نمره خانوادهش گپ نزدی، از کجا میفهمی که رد میکنن؟ اگه حالا به خاطر عشقت مبارزه نکنی باز در تمام عمرت پشیمانی نصیبت خواهد شد. اگه امتحان نکنی بر همیشه فقط افسوس میخوری. اما اگه امتحان کنی باز دو راه وجود داره، یا از دست میتی یا که به دستش میاری. وقت شانس بعد ساوردن داشته باشی پس چرا نمیخوای امتحانش کنی؟ به نظر من ارزشش داره. کم دگان فکر کن. خودگه شب بخیر.
دوبراک هوا اینجا آمده؟ نه حتما تو را خیال او کردیم. شاید دران ده بالا تناس ما بالا میرم. چه قسم صابون استفاده میکنی؟ عطر گل یاسمین از خواهرم بود. وقت رفت و ما دادش. چرا پرسیدین؟ هیچ. تو میخوایی که خواهرت پس بیایه؟ من نمیخوایم که نظم خانوادهتون به هم بخوره یوسف خان، اما از که پرسیدین تشکر. درست است. شب بخیر دوبراک. با شما.